نه سیکوریتی بازار رضا اومد میگه چیز من نمیدونم چرا دستم داره میلرزه. بچه ها امروز قراره بریم با هم دیگه ارزون ترین جاهای مشهد رو با هم دیگه تجربه کنیم. شاید بگین چرا من تنهام. از اونجایی که هیچ کس حاضر نشد بیاد ازم کلیپ بگیره، من گفتم من باید این ویدیو بگیرم آره بچه‌ها بذارم و تلاشمو کنم. آقا من گرسنمم، بریم اول یه صبحانه ارزون قیمت بخوریم. من خودم برای صبحانه املت رو همیشه ترجیح میدم. شما بودین چی میخوردین؟ من خودم املت رو ترجیح میدم. بریم یه جا املت پیدا کنیم، املت مشتی مشهد بوری. اونجایی که من مشهد رو بلد نیستم، یعنی خیلی سال نیومدم مشهد. الان ساعت 12 و من هنوز صبحانه نخوردم. اومدم بازار رضا، گفتم شاید اینجا صبحانه ارزون قیمت گیر بیاد که بخورم و اینا، چون بیشتر مغازه اینا هست. هم پیتزایی و ساندویچ و اینا. آخه پیتزا چیه ایرانی باش، ساندویچ چیه بابا؟ بزن املت. یا خدا اینجا پلیسش خیلی عصبانه. نگاه راننده تاکسی دور بعدی همه مدارکتو میگیرم. پلیسش داره تهدید میکنه. آقا چه تهدید میکنی؟ آقا من 2 ساعت گشتم ندیدم جایی برن املت بخورم و اینا. تا من ارزون ترین صبحانه باید بگیرم و چی بهتر از اینکه بیام کیک بگیرم. یه دونه سلام، خوب هستین شما؟ آب میوه‌تون چه اینجاست؟ تک نفرم با 35 تومن تونستم صبحانه اون جمع کنم. از صبحانه اونو بخوریم. چرا اینجوری نگاه میکنن؟ آقا میگم کسی هنوز هست بیاد از این عکسایی که مثلا میگیرن حرم و تو چیزا مثل اینجا یه جوری هست هر مغازه یه نفر رو گذاشته بیرون که آقا تبلیغ کنه و چیزایی. تو اگه به اون بنده خدا یه سلام یا یه خنده بکنیم بردت کشونده داخل، جنس رو داده دیگه سر 1 ثانیه داده بره. ولی خیلی آدم های خونگرمی هست. لایک کن، ربطی نداشت ولی لایک کن. یا خود بچه ها منم دیگه میخوام مستقل بشم. خوش به حالی که با آرزوت رسیدی بالاخره. در بازار رضا نه سیکوریتی بازار رضا اومد میگه چیز فیلم گرفتم داخل بازار نمیدونم ممنوعه. چه ربطی داره؟ من دارم عملا از خودم میگیرم ازشم. مگه یه مکان شخصیه یا چیزی که نمیدونم ممنوع باشه؟ من هم دیگه اومدم بیرون بازار که بعد از صبحانه مفصل کیک و آموزه چی میچسبه؟ نه چیز خب معلومه یه نوشیدنی خنک یا یه بستنی یا بریم بستنی یا نوشیدنی بخوریم و تو چیزا. ولی ناراحت شدم. من گفت ایستنی اصلا خودم فیلم میگیرم. بستنی شد 50,000 تومان، ولی بستنیش گرون بود. 50,000 تومان تو شهر ما 30,000 تومان بود. من گفتم یه بستنی میخوام، سریع کشید کارتو سریع داد. یه خوبی داره زودی بهت میاد، یعنی مثلا تو 1 ثانیه بهشون میگه آقا من اینو میخوام، سریع در 0.3 ثانیه میبینی همون چیز. من خودم وقتی میام مشهد این چه هست سقف خونه اسمارت ترام یا نمیدونم چی میگم اسمارت
من واقعا آبشو من دوست دارم این دست بکنم. بعدم شلوغه اینجا. من آب میخوام. آقا اون طرف آقا. آقا بریم من. آبش همون آبه، هیچ فرقی نداره ولی شاید بگین چجوری تو این جمعیت دارم ویدیو میگیرم. اما وقتی من ویدیو میگیرم و میزنم ویدیو شروع میشه کنم با جهان بیرون خداحافظی میکنم. اصلا برام مهم نیست بیرون چه خبره، من فقط برای شما تولید محتوا کنم. مطلب حقی بود. من و امام رضا هم الان یهویی چای حرم با از اینا اسمشون نمیدونم چه رایگان بچه برای خودم اسباب بازی خریدم. اسمش چی بذارم؟ جعفر فعلا صداش میکنم. به نظر تو اسم چی بذارم؟ این گفت بزنش ضربه بزنش تا روشن بشه. من دلم نمیاد روشنش بزنمش. جعفر من دلم نمیاد روشنش. جدی میفرمایید؟ این اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ روشن نشد جعفر. سوخت. روشن نمیشه چرا؟ جعفر سکته کرده. روشن نمیشه. روشن شد. من و جعفر الان یهویی آقا دعوا شده. یعنی همه چی دارم براتون میذارم. بعد وقت مغازه داره چه گناهی کرده. ولم نمیکنم. من ترس پخت باکره. بچه کوکو سبزی سفارش دادم 79 تومن قیمته، ولی یه چیزی پی بردم. جعفر دهن نداره. نمیتونه غذا بخوره. جعفر دهن نداره. جعفر مادر. یه جعفر رو سنش جعفر رو خواب فرما. بریم برای تست کوکو سبزی اقتصادی 79,000 تومانی. ببینیم آقا چطوره. اول نمک بریزیم، بعد از یک دعوا سبزی. من نمیدونم چرا دستم داره میلرزه. نه اصلا میبینم یه ذره استرس میگیرم. بفرمایید. با جعفر خوشمزه است. جعفر تو نظر چیه؟ دهن راستی نداره. من و جعفر نهارمون خوردیم. کوکو سبزی با یه دونه دوغ کوچیک شد 104 تومن. خوب بود خدایش. کوکو سبزیش هم خوشمزه بود، دوست داشتم. خیابون باحال. من رفتم خونه دیگه، گفتم بقیه کلیپ رو شب بگیرم. اومدم بیرون، سردم بود، با تیشرت اومده بودم، همون تیشرت سوی پوشیدن چون خیلی سردم بود. رفتم جاکت گرفتم. جاکت 320 تومن که 300 تومن اینا خریدم. حتی یه دونه هم برای مادرم گرفتم.
قشنگی رنگشو دوست دارم. از اینجا گرفتم. خوش. پاساژ کوثر. از اونجایی که گرسنم بود گفتم بیام ساندویچی فلافل سفارش دادم. فلافلش 40,000 تومان بود. فلافل آبادان. الان نمیدونم من کجای آبادان. همش نونه. مزه فلافل میدونم. نه خوبه 40,000 تومان. خب بچه ما برگشتم سویت بریم خریدام ببینیم. این کیف شونه‌ای یا کله‌ای میگنش، اینو خریدمش 350 تومن. دیگه یه جا دیگه هم رفتم دیدم خوب قیمت میده، اینو خریدم 200 تومن. از اینا داشت اونجا میداد 100 تومن. وقتی یه چیزی میخری یه جا دیگه ارزان ترشو میبینی. Götüm yandı Robert. دیگه این ژاکت خودم بود که اینو نشونتون دادم. دیگه واسه مادرم اینو خریدم، دوباره اینو نشون دادم. شاید بگیم برای پدرت چی خریدی؟ آفرین. برای اونم ژاکت خریدم. دیگه نبات، چون پدرم علاقه خاصی به چای و اینا داره، نبات خریدم. و اینا اسمشون چیه؟ محلقه اینا خریدم. اینا خیلی از اینا دوست دارم. اینا هم زنجبیلی بهشون میگن. من خریدم دیگه، همینا، چیز خاصی نخریدم. من به مشهد از 10 9 میدم. خدایش خیلی شهر خوبیه. حالا اینا بازم نمیدونم، بازم خوب دارن دستشون. اینا خیلی آدم خوبی هستن و اینا. بیاین مشهد.